خدمت آقای مهندس آقای دکتر حجت در حضور شما صحبت میکنم. عرض میکنم که در هر منظومه ای از معارف و فعالیت‌های بشری پیش از اون که به پرسش‌های کاربردی درباره چگونگی بپردازیم، پرسش‌های مبنایی و پیشین دیگری درباره هستی، چیستی و چرایی وجود داره که پیش از آن که ما به این سه مطلب اساسی پاسخ بدیم اصلا نمیتوانیم وارد چگونگی ها و فرایندهای اجرایی بشیم. مسئله اساسی معماری مشهد هم از مسئله اساسی معماری ایران جدا نیست و به گمان من مسئله اساسی معماری ایران در امروز مسئله هستی شناختی است. وقتی که حجم بسیار زیادی از فعالیت‌های مرتبط با توسعه کالبدی در غیاب معماری، تصمیم گیری، برنامه‌ریزی، طراحی و اجرا میشه و وقتی که در آن حجم اندک باقی مانده ما با دو جبهه در واقع دو روی یک سکه از کسانی که اندیشه رو به قید سنت بستند و پای در گل گذشته دارند و کسانی که صرفاً با بازی با فرم و صورت فقط در پی برندینگ شخصی هستند درگیریم، مسئله ما مسئله هستی شناختی است. اصلا آیا چیزی به عنوان معماری در این میانه باقی مونده که ما درباره مسئله اساسیش صحبت میکنیم؟ به گمان من بسیار دشواره که به این پرسش پاسخ مثبت بدیم. شاید هم بودن یا نبودن مسئله این نیست، وسوسه این است.